مأمور دولتی در خانه را تق تق کرد. پیرزن در را باز نمود. مأمور گفت در خانه چند نفر هستید؟ شناسنامه هایتان را بیاورید تا ثبت نام کنم. پیرزن از دروازه بیرون برآمد، به آخری کوچه نگاه کرد و با چشمانی پر از اشک گفت اگر امکان باشد فردا بیا و سرشماری خانه ما را به فردا گذار. مأمور گفت مادر چی فرقی میکند؟ فردا هم مثل همین روز است. در یک روز کم یا زیاد نمی شود که؟ پیرزن گفت بله می شود. پسرم 31 سال باز رفته است. شاید امروز برگردد و ما تا فردا 3 نفر خواهیم شد. پس از چند لحظه همسایه پیرزن به مأمور گفت 31 سال است که پیرزن هر کجایی که رود کلید خانه اش را به من می دهد و می گوید شاید در نبودن من پسرم آید و خسته و مانده باشد. کلیدها را به او ده که تا آمدن من استراحت کند و آرام باشد. محبت مادر این گونه است. محبت تو چی ای پسر؟ محبت تو چی ای پسر؟